حضورتان عرض کنم که کاپیتان صداقت نیا خلبان هواپیمایی که دیروز چندین بار به طور مستقیم از طرف جنگنده های سعودی مورد تهدید قرار گرفت اما به مسیر خودش ادامه داد، در استودیوی خبر 13 با ماست. سلام شما. روز بخیر. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ما پرواز کمک رسانی بود حامل 10 تن بار دارو و تعدادی از عزیزان هلال احمر. بار خود بنده رویت کردم، مقداری هم حتی در قسمت بار هواپیما جا نشد، داخل خورد شد، داخل خود هواپیما قرار دادیم. بعد از گذشت کمتر از 10 دقیقه به ما اطلاع دادن که برای شما هواپیما جنگنده داره عربستان پرواز میده. ما خیلی استقبال کردیم و بدون هیچ گونه مشکلی گفتیم ادامه میدیم بر صحنه. خیلی نزدیک بال رو بال رو ما، یکی از زیر هواپیما چسبیده بود، یکی بال، و مرتب اخطار میداد و مرتب با اشاره که دنبال ما باید بیه. مرتب مانورهای مختلفی با علامت‌های مختلفی که تهدید و غیر شاملش بود و نشون دادن اسلحه‌ها و راکت‌هایی که داشتن، ما با خیمال خونسردی احترام می‌ذاشتیم بهشون و بهشون سلام می‌کردیم که به ما گفتن که اول باند سمت جنوب این فرودگاه رو غیر قابل استفاده. گفتم من از طریق بقیه‌اش میتونم بیام بشینم که مسئولیتش هم قبول کردم. بعد از کوتاه مدتی متوجه شدیم در حال بمباران فرودگاه هست که من صلاح ندیدم ادامه بدم و برگشتم. حضورتان عرض کنم که کاپیتان صداقت نیا خلبان هواپیمایی که دیروز چندین بار به طور مستقیم از طرف جنگنده های سعودی مورد تهدید قرار گرفت اما به مسیر خودش ادامه داد، در استودیوی خبر 13 با ماست. سلام شما. سلام علیکم. با یاد و نام امام راحل کاپیتان صداقت نیا هستم، کرکس آسمان های منطقه معروف به خلبان زبل. خیلی متشکرم. خیلی خوش آمدید. منم خدمت سلام عرض می‌کنم کاپیتان. اگر بخوام کم توضیح بدید که چون شما توضیح منم باید مدام سوال کنم، حرف شما ممکنه منقطع بشه. خیلی خلاصه برای ما اونجایی که اتفاق افتاد توضیح می‌فرمایید. والا آقایی که شما باشید، ببخشید خانومی که شما باشید، عرض به خدمتتون که بنده سال‌هاست تو خط تهران صنعا کار میکنم. یعنی وای میستیم داد میزنیم تهران و آمل بابل ساری قائم شهر نکا صنعا گرگان. این دفعه هم وایساده بودیم دیدیم یه سری بچه‌های سپاه اومدن گفتن یه باری داریم صنعا. گفتم بار چیه؟ گفت خشاب و لوله و گفتم سلاح؟ گفت نه بابا، خشاب استامینوفن و خشاب آسپرین، لوله هم لوله آزمایشگاهی که من دیدم انسان دوستانه است. گفتم بارو بزن، خودم هم مسئولیتشو به عهده میگیرم. سریع پریدم شیشه رو یه دستی کشیدم، آب روغن هواپیما رو چک کردم، اومدم بزنم دنده دیدم 50 نفر تریپوسی یا الله اومدن تو هواپیما. اینا کیان؟ گفتن اینا فامیلای دامادن. که خب خودم هیچ وقت تا حالا اینجوری قانع نشده بودم که اینو به من گفت. گفتم باشه من مسئولیتشو قبول میکنم. 10-11 رو زدم دری تو جاده هوایی. آقا هوا گرم داشتیم میرفتیم پا رو پا، آهنگ جاده های صنعا محال یادم بره، جاده های صنعا محال یادم بره. خلاصه حالی و حولی اومدیم آینه رو درست کنیم، بغل انداختیم، یهو دیدیم یه جنگنده هیولا مال عربستان گوشه پیمون. منم که مریض این چیزام، مثلا پی این چیزا میگردم، اومد از بغلمون رد شد رفت. ما رو میگه خیلی بهمون برخورد. معکوس رو کشیدم 4 3 2 1 100 رو گوله کردم، انداختم رفتم از بغلش بال تو بال چسبوندم سرمو کردم بیرون، گفتم نه ماله. رد شدم رفتم. یهو دیدم دوباره تو آینه نسناس رد شد رفت. دوباره معکوس رو کشیدم 4 3 2 1 این دفعه کوبوندم تق سپر عقبش، گفتم بکش کنار. گفت فرمون از زیر صندلی برداشتم اومدم یقه طرفو کشیدم، گفتم با من کار میندازی؟ به من میگن کرکس خاورمیانه، به من میگن خلبان زبل، با من طرف رنگش گچ دیوار. گفت بابا با تو کاری ندارم، کش شلوارم گیر کرده به بال هواپیما. که من اینجا که شلوارش چک کردم، مسئولیتش قبول کردم، مسئولیت که شلوارش. بعد اونجا دیگه خودم یه تصویر جدیدی از اقتدار هوایی نظام جمهوری اسلامی پیدا کردم. خلاص اون داستان تمام، انداختیم بریم تو کمربندی صنعا. یهو دیدم عربستان 2 تا فانتوم غول فرستاده سر وقت.
طرف از اون ور اشاره میکرد فکر کردم میگه صدا ضبط رو کم کرد. دوباره اشاره کرد. گفتم حتما مثلا پنچری چیزیه، مثلا نشتی مشتی چیزی افتاده اینا. دیدم نه، داره به موشکاش داره اشاره میکنه که من با پاک کنم همونجا اومدم براش. با هواپیما به اشاره بهش گفتم چه سلامی چه علیکی، این رسم روزگار، رو ریت بهش همینو گفت نمیذارم بشینی. که دیگه در لحظه چهره مقام عظما اومد تو حالت نشسته، مقام عظما چهرهش اومد تو ذهنم، تو خاطرم بهش گفتم مادر نزاییده، در جا نشستم، همونجا تو کابین نشستم، تصویرش هم هست. طرف گفت بشینی نمیذارم پاشی. دوباره چهره پاشیده مقام عظما به یادم اومد، در جا پاشیدم. گفتم مسئولیتش هم قبول میکنم. خلاصه تا آسمون صنعا که برسیم بشین پاشو. اومدم ارتفاع رو کم کنیم، دیدیم ای دل غافل دارن باندو میزنن که همونجا چهره باند پیچی شده مقام عظما رو به یاد آوردم. به برج مراقبت گفتم به خاطر مقام عظما یک کف دست به من جا بده من میشینم. برج مراقبت از همونجا عربی برگشت گفت کف دستمون هم زدن. که من یاد کف دست مقام عظما افتادم که دیگه اونم مثل زدن. حالا ما تو هول و ولا که اینا اگه توف کنن تو هواپیما ما داروهامون منفجر میشه. همون خشابا و لوله آزمایش و اینا، چه برسه راکت بخوریم، راکت بزنن که دیگه میپوتشیم. که اینجا بود دیگه صلاح ندیدم، خودم مسئولیتشو پذیرفتم، سر و ته کردم، کشیدیم بغل سر و ته کردیم دیگه. خیلی کوتاه بفهمید در برگشت چه اتفاقی افتاد؟ والا در برگشت ما که سر و ته کردیم اینا دوباره اومدن و شروع کردن دیگه، خلاصه به زبون در آوردن و اونجوری حالت چون قلبولی و بعد فوشای عربی میدادن، فوشای ناجور. حالا خوب نیست من بگم، صلاح نیست اصلا بگم، که خودم مسئولیتش هم اونجا قبول کردم. بعد می اومدن زنگ هواپیما رو میزدن، در میرفتن، توف میکردن، آشغال مینداختن. اجازه باشه دوباره برمیگردید این کار انجام. فکر کنم یه سوء تفاهمی شده. شما خودت چی فکر میکنی؟ به من میگن کرکس آسمون ها، نمیگن خر آسمون ها. که گوش میدین؟ گرفتیم ما رو شما. اون دفعه از بیخ گوشمون رد شو، مریضمه، دوباره برگردم اونجا بال به بال زیر بال پرپرمون کنن. خیلی متشکرم. کاپیتان صداقت نیا مهمان امروز بخش خبری ساعت 13 ما بودن. ازشون تشکر میکنیم و شما دعوت میکنیم که بیننده ادامه خبرهای ساعت 13. خیلی ممنون، متشکرم. فقط خواستم بگم من این مسئولیتشو قبول میکنم.